خب با توجیهاتی که مهمتنی در تو بحث هاب تجاری داشتیم، حالا میریم که مدرن و سیستماتیک بررسی که زمان بندیمون رو و انتخابمون رو بیایم با مهمتنی مهندسی تر و سیستماتیک بکنیم. خب من از یک مجموعه یا نرم افزاری رو دارم برای شما تعریف میکنم که به زبان بسیار 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 ساده و قابل درک و فهم خیلی ساده برای کسانی که مهمتنی زیاد تخصص ندارن یا توی این موضوعات زیاد ورود پیدا نکردن. من میخوام اون رو براتون با یک زبان بسیار ساده تشریح بکنم تا بتونیم با مهمتنی متوجه بشیم که در کلان این سیستم چه کارهایی رو میتونه انجام بده. من اومدم اینجا یک دستگاهی رو، یک سیستمی رو برای شما نقاشی کردم. ما بر اساس اون خواسته هامون و توانایی هامون که اینجا من تعریف کردم که قبل از نقطه صفر خیلی توانایی ها، اندیشه ها و خیلی برنامه ها وجود دارد که ما برنامه‌ریزی کردیم. ما بر اون اساسی که مهمترین علم و دانشی که داریم، ثروتی که داریم، توانایی که داریم، موقعیت هایی که داریم و یا تجربیاتی که داریم، ما بر اون اساس اومدیم داریم برنامه‌ریزی داریم میکنیم که نقطه صفر اون حرکت بریم. پس ما اون توانایی ها رو، ریز و درشتشون رو داخل این سبد داریم واریز میکنیم. بر اساس اون مدل ها اینها نشسته های خودشون رو تو سیستم هوشمند ما وارد میکنن. ما تمام دیتا ها رو دریافت میکنیم، نظرها، سلیقه ها، حتی اینها رو هم در نظر میگیریم و اینها رو ورود میدیم. وقتی که ورود دادیم این کار اتفاقات افتاد، میاد اینجا آنالیز میشه. توی این محور، توی این طبقه آنالیز میشه. ما اصطلاحاً بهش میگیم برای اینکه واقعاً یک مجسمه زیبا ساخته بشه، باید یک مجموعه اون به حدی اون خاکش نرم و تحلیل شده باشه و آمادگی داشته باشه که اگر مجسمه زیبا ساخته شد وسطش یک دونه ریگ درشت نباشه که زیبایی اون مجسمه رو به هم بزنه. ما بر این استدلال اومدیم میگیم که وقتی که انتخابات بزرگ ما یا توانایی‌های بزرگ ما وارد مجموعه داری میشه، ما اینها رو جمع بندی میکنیم. اینجاست در واقع آنالیز میکنیم، بررسی میکنیم، ریزشون میکنیم، میریزیمشون توی یک مجموعه دوم. یعنی سیستم نرم افزاری ما در واقع به این شکله که میاد اینها رو آنالیز میکنه، دونه دونه بررسیش میکنه، ریزش میکنه، قابل حذف و قابل درکش میکنه تو سیستم تا سیستم بتونه باش برنامه‌ریزی بکنه. حالا بعد از اینکه اینجا آوردش، اینجا حالا نگاه میکنیم که فاصله ها خیلی ریزتر شده. خب خیلی ریزتر شده، یعنی دانه ها ذره بینی شده، دانه ها طوری شده که قابل درک، قابل واقعا فهم هستش، میشه واقعا روشون مجسمه رو شکل داد. وقتی که ما تو این وضعیت قرار گرفتیم، از دانه‌های ریز اینجا رد شدن رفتن در قالب‌هایی باید قرار بگیره. یعنی منابع انسانی در سیستم‌هایی قرار بگیرن که واقعاً قابل درک بشن. منابع مالیمون باید مدیریت بشن و شکل‌هاشون مشخص بشه. ما 3 تا یا 4 تا شکل رو اینجا برای شما طراحی کردیم که این شکل ها میتوانند 10 تا، 20 تا، 50 تا، 100 تا، شاید هم 5 تا باشن، شاید هم 4 تا، شاید هم 2 مدل باشه. بستگی به نوع سرمایه گذاری شما در خصوص کاری که میخواید انجام بدید، چه سمت شرکتی که خارج از کشور بخواید انجام بدید، چه یا کارخانه‌ای که داخل ایران داشته باشید و پلنتون رو، تمام وضعیت‌ها رو ما باید نظرات شما رو اینجا داشته باشیم تا ببینیم که آینده برنامه‌تون چیه، یا اصلا سیستم به شما اطلاع رسانی بکنه. شما چند تا پلن رو اینجا یادتون رفته بگید. شما میتونید تو بازارهای بین‌المللی باشید. اینجا سیستم از شما سوال میکنه شما آیا اندازه‌تون قد و قواری که به قیمت ما داریم بر نظر میگیریم در نهایتاً خروجیتون میتواند تبدیل به دلار و ریال و یورو بشه یا نمیتونه بشه. اینجا سیستم به شما میده. اینجا ما چند تا فضای خالی گذاشتیم، بعد فضاهامون رو بررسی کنیم که آیا ما در نهایتاً به ریال میخواد برسیم یا استعداد شما استعدادی هستش که میتونه یورو در بیاره.
اینجا ما سیستم واقعا طوری هستش که همه اینا رو برای شما آنالیز میکنه در میاره. ولی بعضی پازل ها رو شما دادید، بعضی پازل ها رو سیستم بهش برمیگرده، بکاپ میزنه عقب که شما توانایی این رو دارید که وارد بازارهای بین‌المللی بشید. با این توانایی که دارید بهتره که از همین اول بسم الله باید برنامه‌ریزیتون رو بین‌المللی، بحث توسعه تجارتتون رو بین‌المللی کنید. ما پس سیستم رو به این صورت طراحی کردیم که حتی اینجا بکاپ میزنه برای شما، بعد میگردونه که میگه جزء خواسته هاتون رو تغییر بدید. استعداد شما و جایگاه برندینگ شما برندینگ جهانی هستش یا برند منطقه‌ای هست. شما از داخل ایران خروج پیدا بکنید، در داخل اسپانیا خروج پیدا کنید، در هر جایی که هستید خروج پیدا کنید، باید وارد بازارهای جهانی بشید. اینجا پس این سیستم یک سیستم بکاپی داریم. ما اینجا عرض کردیم خدمت شما که اینجا یک سازمانی هستش که آنالیزها رو انجام میده، ورودی‌ها رو دریافت میکنه، ریز میکنه، برنامه‌ها رو تنظیم میکنه و برنامه‌ها رو ریزتر در میاره و قابل هضم‌تر کردن در میاره، یا به اصطلاحی قابلیت درست میکنه که بتونه توی اون سازمان‌ها و پلن‌هایی که مد نظرش هستش بتونه تو اون شکل بگیره. اینجا امکان داره که 50 مدل شکل و شمایل بقاطن برای خودش داشته باشه و در نهایتاً وقتی که اینها آنالیز شد میاد یک سری قالب‌ها رو، بعضی قالب‌ها مشترک هستن، بعضی قالب‌ها امکان داره مشترک نباشن و اساس اون شکل‌هایی که در میاره یا اون برنامه، ما شکل نداریم، در واقع ما برنامه داریم، تنظیم برنامه داریم، دستورالعمل داریم. برای سیستم حسابداری باید چجوری عمل بکنه، سیستم بازیابی چجوری عمل کنه، ما چجوری باید از سیستم‌های هوش مصنوعی استفاده کنیم، سیستم اتوماسیون ما چه نظارتی باید داشته باشه، سیستم بازاریابی ما باید چجوری عمل بکنه. تمام اینها قالب‌هایی هستش که بعد از آنالیزهای ریزی که بر اساس داده‌ها و اهداف نهایی که اینجا ما تعریف کردیم، ما میایم اینجا چیکار می‌کنیم؟ اینجا اشکال مختلف رو از خروجی‌های خودشون هدایت می‌کنیم و در قالب‌های دیگه‌ای که اینها سازمان‌های داخلی ما هستن، امکان داره 6 تا باشن، امکان داره 20 تا باشن، امکان داره 3 تا باشن. بستگی به نوع سازمانی هستش که سیستم تشخیص میده. خب تشخیص میده. بعد از اینکه سیستم تشخیص داد، این قالب‌ها مشخص شد، دستورالعمل‌ها در این قسمت قرار میگیره. یعنی واحد اداری ما برنامه دارد، برنامه حسابداری ما مشخصه، بحث تبلیغات ما مشخصه، آیا تبلیغات تلویزیونی باید بریم، محیطی باید بریم، چیکار باید بکنیم، چیکار نکنیم، همه اینها ریز به ریزش مشخصه. و اینی که سیستم بهتون پیشنهاد بده که اگه بازارهای داخلی برای تبلیغات میخواید استفاده کنید، از کدوم مجموعه ها و کجاها میتونید به عنوان یک پلن تخصصی استفاده کنید که شاید گاهی وقتا هزینه‌هاشون خیلی بالاست ولی سیستم میگه که قابل قبوله، خوبه، سرعت زمانی ما رو میتونه بشکنه. گاهی وقتا میگه الزامی نداره که شما برید پلن این شکلی بچینید، بهتر هستش که سازمان تبلیغات خودتون بچینید. ما باید به این توجه داشته باشیم که سیستم به ما چه چیزی داره تعریف میکنه و کجاهاش منطقی و عقلانی هستش و آیا اعتماد بکنیم نسبت به این سیستم یا اعتماد نداشته باشیم. وقتی که نگاه میکنیم آنالیزها و رفتارهای سیستم همه درست باشه و میدونیم که ما رو در نهایتاً قالب بندی هایی رو که داره برامون تعریف میکنه درست و منطقی درست میکنه و به ما داره میده و در نهایتاً میتونیم تو این قسمت ها و آرامش داشته باشیم، یه سیستم مدیریتی نظارتی خیلی کم اینجا کفایت میکنه که ما درآمد یوروی ارزیمون رو داشته باشیم، به دلار داشته باشیم، به ریال داشته باشیم، به یورو داشته باشیم یا به هر ارز دیگه‌ای که اینجاست. ما اون چیزی که برای ما برآورد میشه میزان این هستش که بکاپ میزنه، میگه با این استعداد و با این توانایی و با این برنامه‌ریزی شما این رو میتونید با مبتنی ضرب در چه عددی رو داشته باشید، چه مقدار دلار رو میتونید درآمد داشته باشید، چقدر ریال میتونید داشته باشید و چقدر در توی مسیرتون هزینه خواهید داشت و طول زمان شما آیا از 0 تا 100 شما رسیدنتون
آیا 1 ساله یا 6 ماهه. میتواند این سیستم رو فشرده تر کرد، میشه با گفتنی گام به گام رو سریعتر انجام داد. تمام اینها در یک قالب سیستمی قابل تجزیه و تحلیل هست. اگر شما تایم رو تغییر بخواید بدید، بگید که من تایم رو میخوام از اینجا تا اینجا رو با گفتنی 6 ماهش بخوام بکنم، سیستم به شما میگه که فشردگی کار کجاست، انتخابات نیروهای متخصص و موازی سازی بعضی کارهایی که باید به دیگران واگذار بشه. این قرار نیستش که ما همیشه کارخانه دار باشیم. من همیشه اصطلاح اینو به کار میبرم که بهترین کارخانه داری هستش که خودش کارخانه نداره. ما پس باید با تو سیستم فروشمون بیشتر از هر چیزی دقت داشته باشیم. چجوری میتونیم یک فروشنده بسیار موفق باشیم، یک فروشنده بین‌المللی باشیم، برندی رو داشته باشیم در عرصه‌های بین‌المللی واقعا حرفی برای زدن داشته باشه. ما توی این سیستم های استاندارد، نظارتی، کنترلی، تمام اینها اینجا در این قالب‌ها تنظیم شده در این اشکالی که هستش، مدل های مختلف، تا از زمانی که از اینجا بیاد در یک قالب خودش قرار بگیره و ناچار بشه که بعضی از این سیستم ها و اینها با همدیگه باید همکاری داشته باشن، با همدیگه موازی همدیگه حرکت بکنن. در غیر این صورت میتونه برای مجموعه خسارت‌بار باشه. ما برای این سیستم ها برنامه‌ریزی داریم. سیستم اتوماسیون ما کاملا پاسخگو هستش و میتونه در نهایتاً در این قسمت برای شما تولید ثروت داشته باشه. این رو واقعا اطمینان داشته باشید و مشتاق هستیم که از نزدیک این سیستم ما رو پرزنت سیستم رو در واقع از طریق سامانه داشته باشید و نظارت بکنید و کارخانجات و شرکت‌ها و حتی سرمایه‌گذاری که در عرصه داخلی ایران و بین‌الملل تونستن سرمایه‌گذاری کنن و به موفقیت خیلی خوبی هم رسیدن و آرامش بیشتری رو پیدا کردن و تضمین اعتبار بازار بین‌المللیشون برای خودشون حفظ شده رو بیشتر درک بکنید و بیشتر بشناسید. با آرزوی موفقیت و سلامتی و توسعه کسب و کارهای بین‌المللی شما منتظر سوالات و انتقادات و نظرات شما هستم. آرزو موفقیت.